معنای لا اله الا الله. امی لا اله الا الله. ایناله در لا اله الا الله فکرتان باشه که داری دو بخش است. در لا اله الا الله دو بخش است. یک بخشش نفی است. لا اله، نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شد. نیست هیچ کسی که مستحق عبادت باشه. نیست هیچ کسی که او معبود ما باشه. فهمیدین؟ اول باید چی کنی؟ نفی کنی. اول چی کنی؟ نفی کنی. ایناله در اینجا میگه دو چیز اساسی نفی میشه. در لا اله چی نفی میشه؟ دو چیز اساسی. یکی تمام معبودانی که بغیر از الله عبادت میشه ایره باید نفی کنی. اگر بت است، اگر ملائکه هست، اگر پیغمبر است، اگر جن است، اگر درخت است، اگر نبات است، اگر سنگ است، هر کسی که عبادت میکنه انسان موحد باید اول هر چیزی که بغیر از الله عبادت میشه رو چی کنی؟ نفی کنی. چند چیز نفی میکنیم؟ دو چیزه. اول هر کسی که و هر چیزی که بغیر از الله عبادت میشه او رو باید چی کنی؟ نفی کنی. میگی لا اله، یعنی نیست هیچ کسی مستحق عبادت. نفی میکنی. و دیگه چی رو عبادت میکنی؟ نفی میکنی. و باید کافر شوی، باید کافر شوی با تمام کسانی که قانونشان بغیر از قانون الله تطبیق میشه یا قانون ساختن بغیر از قانون الله. دو چیزا باید نفی کنی. کسایی که بغیر از الله عبادت میشن و کسایی که بغیر از الله قانون ضد قانون الله میسازن. فهمیدین یا نه؟ از این خاطر خوب دقیق باشین. این گپا کلمه هر کس میخونه خب، اما معنای کلمه را هر کس یاد نداره. از این خاطر معنای کلمه را که نفهمید در مشکل مبتلا میشه. ایناله در لا اله چی را نفی کردی؟ دو چیزه. یکی معبودان باطله و یکی قانونگذاران باطله. چند چیزه نفی کردیم؟ معبودان باطل و قانونگذاران باطله. لا اله معنیش ازمی هست که نیست هیچ کسی که مستحق عبادت باشه و نیست هیچ کسی که مستحق قانونگذاری باشه. باز از این نوبت چی میرسه؟ اثبات میرسه. الا الله، بغیر از کی؟ بغیر از الله. اینا رو در الا الله دو چیز اثبات میشه. دو چیز نفی شد، دو چیز چی میشه؟ اثبات میشه. در لا اله الا الله معبودان باطل، هر کسی که بغیر از الله عبادت میشه او رو باید نفی کنی. دوم قانونگذارای باطل، هر کسی که قانون بغیر از الله قانون ساختن، تمام این قانون سازای باطل باید چی کنی؟ نفی کنی. معبودان باطل و قانون سازای باطل. و در الا الله دو چیز اثبات میکنیم. یکی عبادت فقط برای الله ثابت میکنی که مستحق عبادت الله هست، و دیگه اطاعت مخصوص الله هست، اطاعت از قانونش. پس فقط به الله عبادت میکنیم، فقط از قانون الله در حلال، در حرام، در جایز، ناجایز، خوب و بد، در او از اطاعت میکنیم.